درود بر شما دوستان گرامی. من محمد حسین تارخ هستم با یک ویدیو آموزشی دیگه و توی این ویدیو دوستان در ادامه آموزش‌های باتری بکاپ می‌خوایم درباره یک مدار کامل‌تر صحبت کنیم که شاید بهترین مداری باشه که بتونیم در این حالت طراحی کنیم. اگه یادتون باشه ما این مدار رو قبلا طراحی کرده بودیم و این مدار این ایراد رو داره که توی حالت که تغذیه اصلی وصل باشه این دیود باید در واقع عمل هدایت و انتقال توان رو انجام بده و در نتیجه تلفات زیادی خواهیم داشت. مثلا فرض کنید ولتاژ 0.3 ولت دو سر این افت کنه و یک جریان مثلا 3 آمپری رو ما به سمت خروجی بخوایم ببریم، 1 آمپر یا 3 آمپر، و در نتیجه می‌بینید که یک تلفات 0.9 واتی خواهد بود که برای یک دیود خصوصا مثلا ما می‌خوایم کوچیک باشه، SMD باشه، خیلی تلفات بزرگی هست. خب اما ما میتونیم این مدار رو بعد چیکار کنیم؟ با یک مدار بهتر جایگزین کنیم. من این مدار قبلا توضیح دادم دیگه، تحلیلش رو نمیگم، بریم سراغ مدار اصلی. خب این قسمت مدارش دقیقاً شبیه اون هست و دلیل اتصال گیت این مدار به ولتاژ 5 ولت هم اینه که وقتی 5 ولت وصل باشه این ترانزیستور رو خاموش کنه و خود ترانزیستور روشن نشه، فقط این دیود بدنش امکان هدایتش وجود داشته باشه. از طرفی وقتی شما VSCC رو اینجا داشته باشید این ترانزیستور هدایت میکنه و این گیت رو میاد وصلش میکنه به سمت زمین. زمانی که گیت به سمت زمین وصل میشه در واقع ولتاژ که این دیود بدنه هدایت میکنه و به سمت اینجا میاره، مثلا ولتاژ 5 ولت، این ولتاژ 5 ولت حالا که گیت به زمین هست ولتاژ گیت سورس میشه 5 ولت و این ماسفت ما یک ماسفت مثلا لاجیک لول هست، در واقع ماسفتی هست که با ولتاژ های سطح لاجیک یعنی 3.3 ولت یا 5 ولت کاملا روشن میشه. بنابراین این ماسفت روشن میشه و این دیود رو اتصال کوتاه میکنه، یعنی همون در واقع افت ولتاژ اولیه رو هم دیگه نداریم و ولتاژی که به VSC میرسه چی میشه؟ میشه 5 ولت. حالا که اینجا ولتاژ 5 ولت داشته باشیم این پایه در واقع اینجا ما دقیقاً 5 ولت رو داریم و اینجا چی رو داریم؟ 4.2 ولت. بنابراین این دیود هم خاموش میشه چون کاتودش از آنودش چیه؟ اما وقتی که تغذیه اصلی قطع بشه از اونجایی که اینجا ولتاژ گیت سورس مناسبی قرار میگیره اینجا زمین میشه، واسطه این مداری که اینجا هست این ولتاژ اینجا وجود نداره، انگار قطع شد. این دیود بدنه هدایت میکنه ولتاژ مثلا 3 ولت رو میرسونه اینجا و این دیود با این ولتاژ کاملا این ماسفت با این کاملا روشن میشه و در واقع تغذیه وی بد رو میبره به سمت خروج. خب حالا شاید سوال براتون وجود داشته باشه که چرا ما از این ترانزیستور BJT استفاده کردیم و چرا نیومدیم مستقیما چیکار کنیم؟ گیت این ترانزیستور رو زمین کنیم مثل این با مقاومت. دلیلش این است که بچه‌ها اگر این کارو کنیم اون موقع ولتاژی که دائما اینجا قرار میگیره حتی اگر از این سمت بیاد موجب خواهد شد که توی حالت بکاپ هم این ترانزیستور روشن بشه و وقتی این روشن شد تغذیه ولتاژ 4.2 ولت میره به 5 ولت و میتونه به مدارات حتی آسیب بزنه یا میتونه این آیسی رو مثلا بد روشن کنه. و میبینید که حتی توی حالت تغذیه بکاپ هم توی ورودیتون مثلا یه LED هم داشته باشید میبینید این LED هم روشن میشه و برای اینکه این اتفاق نیفته ما این ترانزیستور رو گذاشتیم که وقتی ولتاژ 5 ولت وجود نداره در واقع این ترانزیستور هدایت نکنه، خاموش بشه و وقتی این ترانزیستور خاموش بشه چون جریان دیگه بهش تزریق نمیشه، اینجا جریان تزریق نمیشه، در نتیجه افت ولتاژی هم اینجا به وجود نمیاد، ولتاژ گیت سورس 0 میشه و این ترانزیستور خاموش میشه و دیود بدنه هم هدایت نمیکنه چون جهتش بر حسب بایاس معکوس هست. پس دوستان این مدار رو میتونید استفاده کنید برای حالتی که بخواید در واقع چیکار کنید؟ تغذیه‌ای بسازید که هم توی حالت تغذیه اصلی و هم توی حالت تغذیه بکاپ به صورت بهینه با تلفات خیلی پایین کار کنید.